وفد حركة المقاومة الإسلامية حماس سعداء بلقائكم، سعداء بزيارة إيران الإسلام والمقاومة والنصرة لفلسطين. من و برادرانم در هیئت حماس خرسندیم از دیدار شما و زیارت شما و همینطور از ایران اسلام و ایران انقلاب این دیدار را ارج می‌نهیم. جئناكم بعد أن نصرنا الله نصرا مؤزرا على أرض غزة، جئناكم لنقول لكم شكرا. نزد شما آمدیم بعد از پیروزی بزرگی که در غزه نصیب ما شد و خدمت شما رسیدیم که تشکر کنیم. شكرا لإيران التي وقفت معنا رسميا وشعبيا، آزرتنا ودعمتنا، فأنتم شركاء في انتصار غزة. تشکر میکنیم از ایران که حمایت کرد از ما، چه در بعد رسمی و چه در بعد مردمی، و شما شریک پیروزی ما هستید. شكرا لسماحة القائد السيد خامنئي. تقدیر از رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای. شكرا لفخامة الرئيس نجاد. تشکر از جناب آقای دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور. شكرا لمجلس الشورى ولكل الشعب الإيراني العزيز الذي تابعنا فعالياته المتواصلة أثناء العدوان الصهيوني الغاشم على غزة. تشکر از مجلس شورای اسلامی و کلیه اقشار ملت ایران که در طول این جنگ به صورت مستمر در جهت حمایت از قضیه فلسطین و مقاومت تحرکی مستمر داشتند. شكرا على كل دعم مادي وسياسي وإعلامي وشعبي قدمتوه لنا، هو لن يضيع عند الله ولن يضيع عند أهل فلسطين. تشکر میکنیم از تمام حمایت‌های مادی و سیاسی و اسلامی و در تمامی زمینه‌ها که به راستی این حمایت‌ها هیچگاه اجرش نزد خداوند ضایع نخواهد شد و مأجور هستید نزد خداوند و مشکور هستید نزد مردم فلسطین. ومن حسن الطالع أن نزوركم في الذكرى 30 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران على يد الإمام الراحل الإمام خامنئي عليه رحمة الله، الإمام الخمینی عليه رحمة الله. و چه نیکو تصادفی که همزمان با سال روز پیروزی انقلاب اسلامی که بنیاد آن توسط رهبر معظم انقلاب حضرت امام خمینی نهاده شد خدمت شما عزیزان برسیم. هذه الثورة العملاقة التي نقلت إيران من حالة إلى حالة، أصبحت إيران اليوم ملء السمع والبصر، أعزها الله بالإسلام وأصبحت نصيرا لحركات